بخشیده برای ایدی مادران در سر من ایده پیدا شد که چرا علیه زنان هست لیکن علیه مردانه نیست در تاجیکستان. با استاد مراجعه کردم با جناب مومین استاد برای من یک علیه مردانه در کار در لحنی که چخیلی که مادرم علیه میگفت سری گهواره یک علیه فیض‌آبادی صاف کوهستانی و بسیار خواهش کردم که در همین هوا باشد در همین وزن باشد و استاد همین چیز اجرا کردم و وقتی که ما رو در صحنه بازی کردیم کجایی که نمی رفتیم معرکه است توی است تماشا است مردم اما زیاد خواهش میکرد که ما همین آله را اجرا کنیم چرا که بسیاری زنها آله گفتن نمیتونن امروز وقتی آله گفتن نمیتونن همین پیستانک در بالا ماندگی است در دهان کودک میتکنن با قولی او را آرام میکنن لیکن آله این عصب کودک را بسیار آرام میسازد و اگر خواهید من چند مثال برای شما آچد برای با رفته آچد جمعه بازار رفته آچد ماشی سوار رفته علایه 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 ماشی گاو دادومه ای بچه چک آو دادومه داروی خواو دادومه علایه 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 بچم گوشام کر کردی هی ایدی ننگی بطم کردی بچم همه تتر کردی علایه 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 علا کنه نینی کیمه علا کنه چوجی کیمه علا کنه خوتی کیمه علایه علایه علایه